مطابق نقشه کاری شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر در تشکیلات‌های ابتدایی مجلس‌های حساباتی انتخاباتی ادامه دارند. در تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی محله 10 سالگی استقلالیت مجلس حساباتی انتخاباتی را رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر پنجکند عبدالقادر رضایف آغاز بخشید. او به فعالیت تشکیلات ابتدایی در دوره از سال 2018 تا سال 26 مارس سال 2021 رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی محله 10 سالگی استقلالیت شمسیف حسنبوی حسابات داد. از روی این مسئله سابقه‌داران محله 10 سالگی استقلالیت طاهرов سبحان، تورقل و مبرا، سالیف اشوربای، قاسمов عبدالله اندیشه‌های خود را بیان نموده فعالیت شورا را قناعت بخش ارزیابی کردند. رئیس سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر پنجکند عبدالقادر رضایف اوید بیماری کووید 19 سخن کرد و تاکید نمود که باید هر یک کس به گیگین شخصی رعایت نماید. در مجلس به کنفرانس سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی محلی 10 سالگی استقلالیت شمسیف حسنبوی همچون وکیل پیشبری کرده شد.